سلام. یکی از چالش‌های تعمیرات موبایل ریبال آیسی BGA. خیلی از تعمیرکارای کم تجربه تو ریبال آیسی دچار مشکل میشن. ریبال آیسی هم یکی از چالش‌های تعمیرات موبایله که در خیلی از موارد برای تعمیر موبایل نیاز میشه که آیسی رو ریبال کنیم. در ادامه یک گوشی سامسونگ که بر اثر ضربه خاموش شده و با کمک نقشه‌خوانی متوجه شدیم پایه آیسی قطع شده، با کمک ریبال مشکلش رو حل می‌کنیم. این ویدیو رو ببینیم چون کلی نکته مهم در مورد ریبال آیسی توش گفتیم. خب همونطور که می‌بینید این گوشی با از طریق نقشه‌خوانی ولتاژ گیری و تست مسیر متوجه شدیم که چند تا از پایه‌اش قطع شده. به خاطر همین گوشی روشن نمیشه بیاد بالا. خب می‌خوایم ببینیم که آیا میتونیم این مشکل این گوشی رو با ریبال حل بکنیم یا نه. خب برای این کار همونطور که اول فیلم دیدیم مقدار روغن فلکس با آیسی اضافه می‌کنیم. بلوور رو بر روی دمای 350 درجه تنظیم می‌کنیم و همونطور که این آیسی رو برای چسب نواری قرار میدیم و شابلون رو بر روی آیسی قرار میدیم. اگر بتونیم شابلون متناسب با آیسی رو پیدا کنیم چه بتوانیم، اگر پیدا نکنیم میتونیم مثل فیلم از شابلون های حالا مادر استفاده بکنیم که آیسی رو قسمتی قرار بدیم تا پایه ها به راحتی داخل.
حالا با آیسی میدیم و مطابق فیلم خیلی خوب پایه ها ساخته میشه و یک دست میشه. ضربه های خیلی آرومی به آیسی میزنیم که وقتی که قرار بگیره یک تکون خیلی آروم مطابق فیلم آیسی میخوره و آیسی در محل سعی خودش قرار. ممنونم که ما رو تا اینجا دنبال کردید. بازخورداتون به ما انرژی میده برای تولید محتوای بهتر و بیشتر. پس نظرتون رو در مورد این ویدیو تو کامنت ها بگید و ممنون میشم که این پست رو لایک کنید.